سلام و به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز یه منبع جالب داریم که میخواد در مورد پلتفرم پایلا صحبت کنه و یه چیز جدید که دارن، یه هوش مصنوعی. هدفمون اینه که ببینیم این فناوری جدید چطور میتونه زنجیره تامین و پخش کالا رو مخصوصا برای کسب و کارها یه تکونی بده. ببینیم چه تأثیری میذاره روشون. بسیار خوب، بریم سراغش. مثل این که پایلا داره یه موتور هوش مصنوعی جدید رو معرفی میکنه. اسمش از موتور هوشمند تصمیم سازی پایلا یا همون پیلا AI انجین. نکته جالبش اینه که انگار تیم قوی پشتشه. مهندس محسن سلیمانی که خب سابقه خوبی تو آیتی و کارآفرینی داره و مهندس امیرسینا شهرآبادی که مدیر فنیشونه و تخصصش هوش مصنوعیه. یعنی هم تجربه مدیریتی هست هم فنی. بله، این ترکیب مهمه. معمولاً نشون میده که فقط یه ایده خام نیست. دقیقاً. خب حالا بریم سراغ کاربردش. اینجاش دیگه واقعاً جالب میشه. فرض کنید شما یه خورده فروشید، مثلا یه سوپرمارکت دارید. این هوش مصنوعی میاد و خب الگوهای خرید مشتریاتون رو تحلیل میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا چه چیزایی رو با هم میخرن، کیا بیشتر میان خرید، کدوم برندها رو بیشتر دوست دارن، از این جور چیزا. آها. بعد بر اساس همین داده ها به شما میگه که آقا بهتره از این کالا اینقدر تو این زمان سفارش بدی که هم فروشت بره بالا، هم جنسی رو دستت نمونه. دقیقاً. نکته خوبش همینه که خیلی عملیاتیه برای مغازه‌دار، اما جذابیتش فقط برای خرده فروش نیست. ببینید این تحلیل ها برای اون شرکت پخشه، اون تامین کننده اصلی خیلی ارزش داره. یعنی چطور؟ یعنی این موتور فقط نگاه نمیکنه که مثلا فلان بقالی سر کوچه چی فروخت. نه، تصویر بزرگتر رو میبینه. مثلا فروش لحظه‌ای رو تو مناطق مختلف جغرافیایی مقایسه میکنه، یا مثلا بین گروه‌های مختلف مشتری. فرض کنید رستوران‌ها در مقابل سوپرمارکت‌ها، الگوی خریدشون فرق داره دیگه. که اینطور. خب این تحلیل‌ها چطور به شرکت پخش کمک میکنه؟ فقط گزارش میده؟ نه، فراتر از گزارشه. ببینید این تحلیل ها مستقیم میره تو دل برنامه‌ریزی فروش. یعنی چی؟ یعنی مثلا سیستم میبینه توی منطقه خاص تقاضا برای یه نوشیدنی خاص داره زیاد میشه. خب میاد به تیم فروش اون منطقه هشدار میده که آقا روی این محصول تمرکز کنید. آها، پس هدفمندتر میشن. دقیقاً. یا مثلا کمک میکنه برنامه‌های تخفیف و اینا رو هدفمندتر بچینن. دیگه اینجوری نیست که یه نسخه رو برای همه بپیچن. این یعنی چی؟ یعنی استفاده بهتر از منابع، تیم فروش کاراتر میشه. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم تهش چی میشه؟ منبع تاکید داره که نتیجهش میتونه افزایش قابل توجه فروش و درآمد باشه. هم برای اون مغازه داره، هم برای شرکت پخش. بله، هر دو طرف سود میکنن. و همزمان چون همه چی بهینه‌تر میشه، از سفارش گرفتن تا خود پخش هزینه ها میاد پایین. قابلیت‌های اصلیش که تو منبع گفته، یکی همین تحلیل رفتار خرید مشتری بود، یکی پیشنهاد هوشمند محصول به فروشگاه‌ها، کمک به برنامه‌ریزی فروش منطقه‌ای و یه چیز جالب دیگه هم گفته، تشخیص دلیل اینکه چرا یه مغازه یه کالایی رو دیگه سفارش نمیده. آره، این آخری خیلی کاربردیه به نظرم. فرض کنید یه مغازه همیشه یه محصول خاصی رو از شما می‌خرید ولی یهو قطع میکنه. خب سیستم سعی میکنه بفهمه چرا. آیا مثلا قیمت شما بالا رفته، کیفیت محصولتون مشکل پیدا کرده، یا نکنه رقیب یه پیشنهاد بهتر داده. یعنی دلیل یابی میکنه. بله، و منبع میگه فقط مشکل رو پیدا نمیکنه، راهکارم ممکنه بده. مثلا شاید بگه لازمه یه تخفیف کوچیک به اون مشتری بدی تا برگرده. عجب. پس با این حساب پایلا دیگه فقط یه ابزار نیست که سفارش ثبت کنی. انگار یه جور مشاور هوشمند شده برای کسب و کار پخش. دقیقاً همینطوره. نکته کلیدی همینه به نظرم. اگه تصویر بزرگتر رو ببینیم، پایلا با این موتور هوشمندش داره از یه ابزار صرفاً عملیاتی تبدیل میشه به یه ابزار استراتژیک. استراتژیک یعنی چی؟ یعنی دیگه فقط یه لیست خرید دیجیتال نیست. مثل اینه که اون شرکت پخش یه تیم تحلیلگر و استراتژیست تمام وقت استخدام کرده باشه. یه تیمی که 24 ساعته نبض بازار دستشه و میتونه پیشنهادهای مشخص بده برای تصمیم‌های کلان، تصمیم‌های مربوط به فروش، بازاریابی، حتی توسعه بازار.
این یعنی یه تغییر بزرگ تو بازی. بله، این تغییر نقش خیلی مهمه. منبع آخرش همینو میگه پایلا با ساختن یه زیرساخت که هم قابل اعتماده، هم سریع و هم هوشمند، داره کلاً نحوه کار شرکت‌های پخش رو عوض میکنه. یه تحول بنیادین. دقیقاً. و این تحول فقط تو پول و فروش نیست، بلکه به بهره‌وری کارمندا کمک میکنه، رضایت مشتری‌ها یعنی همون خرده فروش‌ها رو بالا میبره و خب تهش برند خود شرکت پخش هم تو بازار قوی‌تر میشه. منبع یه عبارت جالبی به کار برده، میگه بازوی دیجیتال شرکت‌های پخش آینده نگر. قشنگه. آره. این توصیف یه سوالانی رو تو ذهن خود آدم میاره. به نظر شما این مدل هوش مصنوعی در آینده چطور میتونه روی تعامل شما با این زنجیرهای تامین تأثیر بذاره؟ حتی وقتی به عنوان یه مصرف کننده عادی دارید خرید میکنید، یا مثلا فکر میکنید چه صنایع دیگه‌ای میتونن از اینجور تصمیم گیری های هوشمند استفاده کنن؟ شاید مثلا صنعت توریسم یا خدمات مالی. دقیقاً، جای فکر داره واقعاً. بسیار خوب. از اینکه در این بررسی موتور هوشمند پایلا و پتانسیل هایی که داره همراه ما بودید خیلی ممنون.